سلام دوستان. سببی در اینجا توقف کردن ما این زمین نوروباد است و در نزد این توت یک کمی توقف کردن ما سبب دارد، چون همین توت با سرنوشت ملت ما، سرنوشت توت خیلی شباهت دارد. چون این توت رو هم در یک سال 3-4 مرتبه شاخش میزنند و میدهند به کرمک، یعنی پیله، تا پیله شود، تا از اون ریشته رسیده شود و به منفعت دیگران باشد. یعنی بینید این ریشه به زمین دوانده است و شاخش سرسبز میکند و شاخش میزنند برای کرمها. و ملت تاجیک هم همیشه فرهنگ ساخته است، همیشه تمدن ساخته است، اما همین تمدن، همین فرهنگ، همین مدنیت سبزی که مثل شاخهای خرد این توت سبز هستند، چیکار کردند؟ دشمنا، همسایه ها گرفتند برای خودشان از تمدن ما تمدن جور کردند و ما را امروز باز هم میان 4 کوه تنگ موقع ما را، جغرافیای ما را آوردند در بین 4 کوه گذاشتند. مثل توت ما هم ببینید این توت چرا شاخهایش مثل توت‌های بزرگ پرشاخ، شاخهایش دراز، بزرگ و پرقوت نیستند، هنوز شاخهایش خرد هستند و من باور دارم که تا زمانی که تیر ماه به آخر میرسد باز هم شاخ این توت میزنند. یعنی مثل توت سرنوشت ملت تاجیک هم همین خیلی است، دایم شاخ بریدند اما باز هم سبز شد، باز هم شاخ زدند از نو احیا شد. زنده بود ملت تاجیک که مثل ققنوس اندر آتش است و باز هم از آتش زنده می شود.